روز دانش و صلح که همساله در آغاز فصل خوانش تجلیل می‌گردد برای خرد و بزرگ جشن پرفرح و شادی بخش است. امسال روز دانش را در لحظه های پیشواز می‌گیریم که خلق کشور با پیشواز سزاوار جشن بزرگ ملی و تاریخی 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهد و تلاش دارند. باید گفت که در ناحیه شهرنو امروز 53 مؤسسه تعلیمی بودند، از آن 37 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 11 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی و 5 مؤسسه تحصیلات ابتدایی میباشد. روز دانش را در همه مؤسسه‌های تعلیمی با تشکیل نمودن زنگ اول و تماشای سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان طریق همه شبکه‌های تلویزیونی پخش گردید خوب استقبال گرفتند. از دستور و سپارش‌های سرور دولت باز یک مسئولیت و یک رسالت بلند آموزگاری خود را حس کرده با یک مسئولیت دوچند سال نو تحصیل را آغاز می‌کنند. مخصوصاً آموزگاران باید برای تربیت نسل نورس از دستور و سپارش‌ها، از آن راهنمایی‌هایی که سرور معارف پرورانه ما هدایت می‌نمایند باید الهام گیرند، باید دستور گیرند و نسل نورس را، نسل آینده ساز کشورمون را طور تربیت نمایند که برای خلق و وطن فداکار باشند، صادق باشند، وطنی گلگل شکوفان ما را توانند که با دانش بلند خود، با استعداد بلند خود، با یک حس بلند وطن دوستانه خود آباد و باز هم زیباتر گردانند. در حقیقت نتیجه غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد که سال از سال مبلغ‌گذاری ساحه معارف افزوده، ساختمان مکتب و صنفخانه‌های ایلوگی صورت گرفته، زمینه مادی و تکنیکی تعلیمگاه‌ها تحکیم می‌یابد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو نیز بهر بلند برداشتن موقع مکتب و معارف شرایط‌های مساعد فراهم آورده است. در مکتب اینترنت ناحیه نیز روز دانش را خوب استقبال گرفتند. ما تمنای آن را داریم که امسال برای تمامی خوانندگان، برای تمامی علم آموزان تاجیکستان که زیر توجه دولت و حکومت قرار دارند ساری بابرار باشد و شاگردان ما بواسطه توانند با دانش و ملکه خودشان در سطح جهان با سواد و دانش جهانی سطح سوادناکیشان برابر باشد و توانند علمهای زمانوی را از خود کنند و برای آبادانی و برای گلگل شکوفی تاجیکستان سهم گذار باشند. نسبت غمخوری‌های حکومت کشور طالب علمان را میباید با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده از دستاوردهای علم و تکنیکای معاصر بهره‌ور گردند و با دانش پخته، گفتار و رفتار نیک و پسندیده خود همچون فرزند سزاوار در پیشرفت و آبادی و شکوفایی وطنمان تاجیکستان عزیز حصه ارزنده خود را گذارند.